اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و آله و بارک و سلم. دوستان عزیز، از کانال علم تسخیرات 768 در خدمت شما هستم. جلسه دوم کانال من هست. بحث امروز در خصوص فضیلت انگشتر عقیق هست. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه اول در باب استفاده از انگشتر و جنس انگشتر توضیحات رو خدمت شما دوستان ارائه کردم. امیدوارم که این مطالب رو که بیان میکنم برای شما مثمر الثمر واقع بشه در زندگی و بتونید نهایت استفاده رو از این توضیحات این حقیر ببرید. در فضیلت انگشتر عقیق منقول است که حضرت علی علیه السلام 4 انگشتر در دست می‌کردند. انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش، انگشتر فیروزه برای نصرت و یاریش و حدید سینی برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها. و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام مروی است که عقیق فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست نمودن عقیق نفاق را زایل می کند. در حدیث دیگر هم داریم که از امام رضا علیه السلام که هر که قرعه به انگشتر عقیق بزند بهره او تمامتر بیرون می آید. در حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام داریم که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید هست که عاقبتش مقرون به خیر و نیکی باشد. انگشتر عقیق در اسلام خیلی تاکید بر اون شده. شخصی به نزد حضرت رسول آمد، در روایتی هست که شخصی به نزد حضرت رسول آمد و شکایت نمود که دزد در راه به من رسید و اموال مرا برد. حضرت فرمود که چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی که آن از هر بدی نگاه می‌دارد آدمی را. از حضرت امام صادق علیه السلام در حدیث دیگر داریم که انگشتر عقیق مورث ایمنی است در سفر. در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که هر که انگشتری بگیرد که نگینش عقیق باشد پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد. در جایی داریم روایتی است که حاکمی پیش شخصی فرستاد و به سبب جرمی حضرت صادق فرمود که انگشتر عقیق به او برسانید. چنان نمودند که آسیبی به اون شخص وارد نشه و همینطور هم شد. در خصوص انگشتر عقیق امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند که هر که انگشتر عقیق در دست داشته، البته به نقل از رسول اکرم صلوات الله علیه که هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده است. در بحث انگشتر عقیق دوستان اینی که انسان رو از خطر و بلا و از هر گونه آسیبی حفظ میکنه. و البته در جایی هم داریم روایتی است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که هر که صبح کند و در دستش انگشتر عقیق داشته باشد پیش از آن که کلامی حرف بزند و یا صورت و یا چهره کسی را با چشمانش ببیند، نگین انگشتر عقیق که در انگشتر نگین انگشتر را به سمت صورت خود بچرخاند و سوره قدر را بخواند. انا انزلناه فی لیلة، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن رب من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. و بعد این ذکر رو یا این حفیظه رو برای خودش بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم، آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و الطاغوت و آمنت بالسر آل محمد و علانیتهم و ظاهرهم و باطنهم و اولهم و آخرهم. امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند که
هر کس چنین کند تا روز بعد در پناه خداوند بزرگ باشد از هر گونه آسیب و خطری و از هر گونه شری و از فتنه شیاطین و انسانهای شیطان نما. و من اینو تجربه کردم و ضمانت میدم اگر کسی این عمل رو انجام بده در اون روز هیچ گونه مکروهی به او نخواهد رسید. بحثمون رو ادامه بدیم که در خصوص انگشتر عقیق پیامبر اکرم صلوات الله علیه حضرت محمد فرمودند که انگشتر عقیق با خود دارید که آن اول کوهی است که اقرار نموده است از خدا برای یگانگی و از برای من به پیغمبری و از برای تو خطاب به امام علی و از برای تو یا علی به امامت. در حدیث معتبر از بشیر دهان منقول است که عرض نمودم خدمت رسول الله کدام یک از نگین ها بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود که چرا غافلی از عقیق سرخ، عقیق زرد و عقیق سفید که اینها 3 کوهند در بهشت. اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است بر خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و اما کوه عقیق زرد پس مشرف است بر خانه حضرت فاطمه علیهم السلام و اما کوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت علی علیه السلام و همه آنها یک خانه است و از زیر هر کوهی نهری جاری است از برف سرتر و از شیر سفیدتر و نمیخورد از آن نهرها مگر آل محمد و شیعیان ایشان و هر 3 نهر از کوثر میآیند و به یک جا میریزند و این 3 کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی میکنند از برای محبان آل محمد و طلب آمرزش میکنند برای آنها. پس هر که از شیعیان آل محمد یکی از این عقیق‌ها را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی از جمیع بلاها و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن میترسد و حذر مینماید. روایتی هست که شخصی رو از برابر حضرت امام محمد باقر علیه السلام گذرانیدند. تازیانه بسیار بر او زده بودند. حضرت فرمود انگشتر عقیق او کجاست؟ اگر با او می بود تازیانه نمیخورد. و در روایتی هست از امام صادق علیه السلام که دستی به سوی آسمان بلند نمی شود که خدا دوست‌تر دارد از دستی که در آن انگشتر عقیقی بوده باشد. در حدیث معتبر از امام حسین ابن علی علیه السلام منقول است که چون حضرت موسی بر کوه طور با حق تعالی مناجات نمود و بر زمین نظر نمود حق تعالی از نور روی او عقیق را آفرید. پس فرمود که قسم خوردم به ذات مقدس خود که عذاب نکنم به آتش جهنم دستی را که انگشتر عقیق در آن باشد اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام را داشته باشد. دوستان جلسه دوم کانال علم تسخیرات 768 و در اینجا با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبرم. امیدوارم که مطالبی رو که بیان کردم شما دوستان بتونید نهایت استفاده رو ببرید، انگشتر عقیق رو وارد زندگیتون کنید و از خیر و برکات اون نهایت بهره رو به لطف خداوند ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.